اهل کتاب خوندن هستی؟ کی؟ من عاشق مطالبم، مخصوصا کار فروید، ویلیام فاکنر، ساموئل بوکوت، چاکر دیکنز، مخصوصا هوامر. ایرانی چطور؟ ایرانی هم مثل جرار مار احمد، بزرگ عربی، خواجه نصیرالدین قوی. مهدی اخوان ثالث بهترین بیمه ایرانه. بابا طاهر او که اصلا پدر خوبی نبود، جوری بچه‌هاش لخ میگشت، ایجور درش می آورد همه میدیدنش. اهلی شیرازی نوبل آرا کرمانشاه کی بوده؟ عبید زاکانی. او که دیگه همه میشناسنش، شهردار تهرانه. کارهای شکسپیر رو دنبال میکنی؟ آره، مخصوصا نمایشنامه آشپزیش، عمرت. رمان قدرت جلال رو خوندی؟ قدرت جرار همجوز بازن؟ نظرت راجع به بینوایان چیه؟ هیچی ولی خدا کمکشان بکنه. کوری اثر ژوز ساراماگو. کوری؟ او که اثر خود نیچه عین بچه گریه میکرد همش. اسمش فردریش بود ولی سیوره خوبی داشت، عجیب بود. جنایات مکافات. خدا لعنتشان بکنه. سرگذشت ندیمه. نه ولی اون دیگه ندیدم. مارکز. رفتارش با حیوانات خوب نبود، دنبال نمیکردم. تازه اغربم کز میداد نادرست. بابا لنگدراز اثر کیه؟ نمیدونم ولی اون لنگش راز نبوده، یه جای دیگه بود نگفتن. بیا تا برات بگم. خیلی بیشوری. اثر خاویر باردم